سیلام عشقای داداش، چه خبره؟ چی کارا میکنید؟ آقا امروز اومدم با یه ویدیو که توی همین چند ساعت توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها ترکونده. قضیه هم از این قراره که همستر کامبت یه مأموریت جدید اضافه کرده که با انجام دادنش یه گزینه‌ای توی قسمت فعالیت‌های روزانه همستر کامبت و همون رباتتون اضافه میشه که با کلیک روی اون میتونید 500 میلیون سکه بگیرید. انجام دادن مأموریتش هم کار خیلی خیلی ساده ایه. ازتون هم نمیخواد که چند نفر رو به همستر کامبت اضافه کنید یا لینک همستر رو به چند نفر بفرستید. اصلا اینجوری نیست و کلا مأموریت و قضیه توی 10 ثانیه جمع میشه. یه نکته ای هم که هست اینه که به گفته کانالای رسمی خود همستر این مأموریت یه فرصت کاملا محدودی داره که هر چه سریعتر شما باید این مأموریت رو انجام بدید و توصیه من اینه به شما که این ویدیو رو 100% تا آخر ببینید تا این سکه ها رو از دست ندید. این ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید که اونا هم بتونن این مأموریت رو انجام بدن. خب دوستان، قبل اینکه بریم سراغ آموزش 100% چنل ما سابسکرایب کنید، چون قرار از این به بعد داخل همین چنلمون در مورد ارزها و اردراب‌های جدید تلگرامی و آموزش و اینجور مسائل ویدیو بذاریم. خب دوستان، برای انجام این مأموریت جیمیلتون رو باز میکنید و از قسمت سمت چپ اون پایین روی نوشتن میزنید و این قسمت کلمه همستر کامبت لینک رو مینویسید. همستر نقطه کامبت نقطه لینک که جیمیل رسمی خود همستر کامبته که توی چنل رسمیشم اینو معرفی کرد. در این حد معتبرم است که تو همین ویدیو دیدید که من چند کلمه‌شو نوشتم، بقیه‌شو خودش آورد. و توی قسمت موضوع هم کلمه همستر رو می نویسید، همستر خالی، نوشتن ایمیلم با اون شماره‌ای که شما توی تلگرام هستید و اکانت همستر کامبتتون روی اون سواره. اول اون شما می نویسید که حالا من اینجا به دلیل مسئله امنیتی کل شماره‌مو ننوشتم، ولی شما همشو بنویسید و قسمت پایینم اون کدی که خود همستر کامبت توی چنل های رسمیش معرفی کرده رو وارد کنید. کدم از این قراره که 88236. خب ویدیو ما تا همینجا به پایان رسید. شما اگه همین گزینه رو برای همستر کامبت بفرستید، کمتر از 10 دقیقه یه ایمیلی به شما میزنه و نتیجه نهایی رو براتون اعلام میکنه. دوستان، منم برای اینکه این مأموریت رو انجام بدم و شماره اصلی خودم رو توی ایمیل بنویسم، ویدیو رو اینجا کات میزنم که شمارم رو بنویسم و خودم هم مأموریت رو انجام بدم که توی قسمت بعدی ویدیو نتیجه نهایی رو اعلام کنم. خب دوستان، بعد از چند دقیقه من از طرف همستر کامبت، از طرف تیم همستر کامبت یه ایمیل دریافت کردم که خلاصه ایمیل اینجوریه که شما باید منتظر بمونید تا تیم همستر کامبت اکانت شما رو بررسی کنه که ببینه تا الان هیچ خلافی توی اکانت شما صورت نگرفته باشه و شما کاملا بر اساس قوانین همستر کامبت عمل کرده باشید. خب دوستان، ویدیو رو لایک کنید و این ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید که اونم این مأموریت رو انجام بدن. چنل ما رو هم سابسکرایب داشته باشید که من اخبار اطلاعات بعدی رو در مورد این مأموریت و مأموریت‌های دیگر رو که میخوام داخل این چنل بذارم شما ازش باخبر بشید و بتونید اون مأموریت‌ها رو هم انجام بدید. ممنونم که تا الان همراه ما بودید و خدا نگهدار.